بچه ها سلام، خوش اومدید به کانال آموزشی مهود اینک. فیلم اجرای کار تتو فیل رو دارم براتون میذارم. اینو وسایلاییه که استفاده کردم: رنگ کراسکا، سوزنای وی سلکت و اورا و دستگاه اینک. این شابلون کار هستش که براتون با پرینتر اوزر گرفتم. کیفیت کار رو میبینید. پای مشتریه که لک داره و پروتز، میخواد اینا رو کاور کنه. یه فول لگه تقریبا. اینجا تر رو میچسبونیم. بچه ها تو تر چسبونه باید دقت کنید که ترتون رو درست جایی که میخوایم بچسبونید، چون معمولا مایع انتقال به سختی پاک میشن و حالا تو فیلم های آموزشی ببینید هستش که براتون گذاشتم طریقه پاک کردنشون مگه اشتباه بچسبونید. اینجا دارم با سوزن 3RL و سوزن 3RS که گرید RL من میشه 1203RL و 1003RS گرید سوزنیه که دارم استفاده میکنم. فعلا لاینای کار رو دارم میزنم. چرا باید ویدیو از اون بر میبود، ولی اینکه خب حالا دفعه دیگه هی سعی میکنم بهتر براتون بذارم. فیلمایی که میذارم و که نزدیکتر حالت سوزن رو ببینید. همینطوری که میبینید اینجا دارم لاینا رو میزنم. ببینید فعلا سعی کردم یه جوری فیلم بگیرم که کل کار رو بتونم تو سرعتی که به فیلم دادم بتونم تو تایم کم براتون بذارم.
بچه خیلی ها پرسیدن که BSC استفاده کردی برای کار و اینا. ببینی BSC من کلا تو کارام استفاده نمی کنم، ولی جدیدن به اجبار برای 2 تا از کاستومرها استفاده کرده بودم که برندشون راضی هم بودم و حالا برندشون اینا هم میذارم براتون. ولی از این کرمای BSC کرمی شکل که قبل چسبوندن شابلون استفاده میکنید اینا رو نزنید بهتره، به خاطر اینکه اون تاثیرش رو موقعی که شما وای میسید شابلونتون خوشه اون تاثیرش رو از دست میده و الکیه تقریبا، فقط یه تایمی از شما که تحت آرتیستی گرفته. و اینکه این الان BSC هایی که من دارم استفاده میکنم به اجبار، بازم تاکید میکنم به اجبار دارم استفاده میکنم، برندش حالا فلشه که 4 میلی و 8 میلی و 30 میلی داره که به نظرم خیلی خفنه. فقط بدیش یا حالا هر چیزی اینه که محافظ پوست باید باز باشه و بعد استفاده کنید. یعنی شما تقریبا شابلون زدی، اگه دیگه خیلی نیاز بود یه سوزن خالی خیلی سطحی رو پوست میکشی، محفظه پوست باز میشه و بعد از BSC استفاده میکنید که کاملا هم جواب میده. خب بچه ها همچنان داریم خطا رو میزنیم. لاینا رو سوزانا رو بهتون گفتم 12.03 آرل و 10.03 آرس. این قرمزی هم که میزنم رو پوست این کرم عینکاره که حالا برنداش و اینا رو براتون توی یه فیلم آموزشی جدا بهتون گفتم، یعنی میذارم باید آپلود شه. مشتری رو میبینی داره کالاف بازی میکنه، فعلا درش نیومده تو فعلا هم کاری انجام نشده بچه. این خطا میزنیم فقط لاینا رو و جاهایی که حالا نیاز به پر کردن داره میزنیم. بچه فیلم رو نگاه کنید تا انتها و اینکه کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. کلی براتون آموزش خفن میذارم کاملا رایگان که اگه یه ذره تمرین کنید میتونید خیلی زود به اون نتیجه و بازدهی که میخوایم برسیم.
خب همچنان بچه داریم خطا رو میزنیم، چون مشتریمون پاشو عمل کرده و حالا پرتزه رو یه ذره سختش و اینا. ما جا دستمون خیلی بد بود برای اینکه این رو بزنیم و اینکه مجبور شدیم یه ذره بیشتر از زمانی که طول میکشه وقت بزنیم، چون جا دست نبود. ادامه کار رو میبینید، سمت راست فیل رو دارم میزنم. بچه همون جوری که میبینید جاهایی که شابلون هست شما باید از پایین به سمت بالا برید که شابلونتون پاک نشه تو پروسه تتو زدن. ببینید تا لاینش تموم شه، بعد قسمت شیدرش همون سایه باز میام بهتون یه توضیحاتی میدم راجع به سوزن و اینا. خب بچه ها رسیدیم به سایه ها. اینجا دارم از سوزن 25 RM برند وی سلکت ایزد استفاده میکنم که این برند خوبی هم هست. برند وی سلکت ایزد من راضی هم ازش.
WJX هم هست که اونم باز سوزن خفنی بود به نظر من. ببینید بچه ها، همون جایی که میبینید تو کارهای گریواش، من به همیشه به هنرجوام این توصیه رو میکنم که رنگ کم رنگت شروع کن. یعنی شما چه ست داشته باشی، چه خودت رنگ رو درست کرده باشی، از کم رنگ ترین رنگت بیا شروع کن سایه زدن و بعد اون رنگ کم رنگت رو به پر رنگ تبدیل کن. جایی که تیره است تیره کن، جایی که سیاه قشنگ سیاه پر کن، اینطوری. و خیلی هم باید حوصله و وقت بذارید بچه ها. یعنی اینطوری نیست بگی یه بار زدم چرا رنگ نگه، پوست ایراد داره، چی و چی. خب بچه ها، اینم تمام شده کاره دیگه. براتون نذاشتم بقیه‌شو، بازم از این کلیپ ها میذارم. اگه خوشتون اومد تو کامنت ها بگید که از این کلیپ ها بهتر بذارم، ویدیوش بهتر بذارم که حرکت سوزن رو بتونید ببینید. این ویپ هم هنوز ادامه داره و نذاریم سابسکرایب یادتون نره.